25 مهر 1399 ساموئل پتی، معلم تاریخ فرانسوی، در حومه پاریس و در نزدیکی دبیرستانی که در آن تدریس می‌کرد سربریده شد. پتی چند روز پیش از ترور در کلاس درس آزادی بیان کارتون‌های پیامبر مسلمانان که در مجله شارلی ابدو منتشر شده بود را نمایش داد. Un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé. اما این اولین بار نیست که کارتون‌های هفته‌نامه شارلی ابدو از پیامبر مسلمانان منجر به خشونت و ترور می‌شود. شارلی ابدو هفته‌نامه‌ای فکاهی و چپگراست که در قالب کارتون و مطالب طنز با مسائل و اخبار روز شوخی می‌کند و همه چیز را به نقد می‌کشد. طنزی که ریشه در سنت فرانسوی دارد و از خدا، پیامبران و ادیان گرفته تا شخصیت‌های سیاسی و دولتی، گروه‌ها و احزاب سیاسی، هنرمندان و سلبریتی‌ها و هر چیزی که بتوان با آن شوخی کرد را دستمایه قرار می‌دهد. مفاهیم و ایدئولوژی‌ها هم از گزند قلم شارلی ابدو دور نیستند. سانسور، دیکتاتوری، تروریسم، نژادپرستی، فمینیسم و هر مفهوم دیگری. تحریریه شارلی ابدو مأموریت خود را دفاع از آزادی بیان در دموکراسی و لایسیته فرانسه می‌داند. شارلی ابدو به دلیل همین رویکرد بدون مرزش در طی سالهای انتشار بارها به دادگاه رفته و جنجال به پا کرده. فقط میتونیم بگیم که نه، در کشور ما به این شکل نیست دوستان. شما آزادید به اون چه که میخواید ایمان داشته باشید، اما به خود ما مربوطه که با آزادی بیانمون چی کار میخوایم بکنیم. آزادی بیان در کشور ما مقدسه و براش جنگیدیم. ما در کشور زولا و ولتر زندگی میکنیم یا در کشور آیت الله خمینی. شارلی ابدو ابتدا با نام هاراگیری و در سال 1960 میلادی منتشر شد. بنیانگذاران هاراگیری ژورژ برنیه، معروف به پروفسور شورون و فرانسوا کاوانا بودند. زبان تند و تیز هاراگیری بارها باعث توقیف آن شد. هاراگیری سال 1970 برای درگذشت ژنرال دوگل از تیتری استفاده کرد که مرگ او را بی اهمیت و پیش پا افتاده تصویر می کرد. وزیر کشور فرانسه این تیتر را توهین به رئیس جمهور فقید تشخیص داد و بلافاصله دستور تعطیلی هاراگیری را صادر کرد. تحریریه هاراگیری پس از توقیف هفته‌نامه شارلی ابدو را تأسیس و شروع به کار کرد. شارلی ابدو در دوران کاریش با طنزپردازان شناخته شده‌ای مانند کبو، ولنسکی و تینوس همکاری داشته. این هفته‌نامه بین سالهای 1981 و 1992 به دلیل مشکلات مالی تعطیل شد، اما پس از آن دوباره آغاز به کار کرد و تا امروز هر چهارشنبه منتشر می شود. سال 2006 روزنامه دانمارکی یولاند پستن 12 کارتون از محمد پیامبر اسلام و همچنین تروریست های اسلامگرا منتشر کرد. شارلی ابدو به نشانه حمایت از این روزنامه و در دفاع از آزادی بیان به همراه تعداد دیگری از مجلات و روزنامه‌های اروپایی دست به بازنشر این کارتون ها زد. همچنین شارلی ابدو کارتونی از محمد را بر روی جلد هفته‌نامه تصویر کرد. ما هنوز میتونیم به همه چیز در فرانسه بخندیم. فقط تندروهای ادیان هستن که میخوان مانع خندیدن ما بشن.
اما میخوایم به خندیدنمون ادامه بدیم، برای اینکه اعتقاد داریم که دین‌ها ایدئولوژی‌هایی هستند مثل دیگر ایدئولوژی‌ها و باید بتونیم اونها رو نقد کنیم. این کارتون ها اعتراض های گسترده ای را در میان مسلمانان از خاورمیانه گرفته تا اروپا به همراه داشت. مسلمانان خواستار مجازات کارتونیست ها و توقیف شارلی ابدو بودند. در ادامه اعتراضات، مسجد پاریس و سازمان مسلمانان فرانسه از شارلی ابدو با عنوان توهین به مقدسات و نفرت پراکنی شکایت کردند. ما شهروند هستیم. ما زخم خورده ایم. شارلی ابدو پیامبر و جامعه اسلامی رو مسخره کرده و مسلمان‌ها رو تروریست خونده. پرونده به دادگاه رفت. فیلیپ وال، سردبیر مجله، و گروه کارتونیست شارلی ابدو اتهامات را رد کرده و آن را مصداق سانسور خواندند. هرچند تنها مخالفان شارلی ابدو در فرانسه مسلمانان نیستند. کارتونیست های مجله هیچ تفاوتی میان مسیحیت، یهودیت یا اسلام قائل نیستند. علاوه بر آن، احزاب سیاسی هم دل خوشی از شارلی ابدو ندارند. حزب راست افراطی مجمع ملی فرانسه رکورددار شکایت قضایی از شارلی ابدو در دادگاه‌های فرانسه است. با این حال، پس از تهدیدها، جامعه مدنی فرانسه در حمایت از شارلی ابدو بسیج شد و در نهایت این مجله در دادگاه تبرئه شد. ما خوشحالیم و امیدواریم این داستان باعث به فکر واداشتن آدم‌هایی بشه که آزادی بیان رو نمیفهمن. این یه پیروزی بزرگ برای دموکراسی و رواداریه، به این معنی که باید ایده هایی که شوکمون میکنه و یا مخالف باورمون هست بپذیریم. این یعنی مناظره، یعنی دموکراسی، و این یه پیروزی بزرگ برای آزادی رسانه و آزادی بیانه. سال 2011 جهان اسلام در حال پوست اندازی بود. موج اعتراضات مردمی و بهار عربی از تونس شروع شد و در فاصله کوتاه بسیاری از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه را درگیر کرد. شارلی ابدو برای تبریک بهار عربی به شیوه خودش کارتون دیگری از محمد منتشر کرد. انتشار کارتون منجر به هک شدن وبسایت مجله و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز مرگ به تحریریه شارلی ابدو شد. کمی بعد با کوکتل مولوتوف به ساختمان شارلی ابدو حمله شد. با تمام تهدیدها شارلی ابدو دست از کار نکشید. سومین کارتون از پیامبر اسلام سال 2012 منتشر شد. در واکنش به فیلم کوتاه بیگناهی مسلمانان که در آمریکا ساخته شده بود و خشم مسلمانان جهان را برانگیخته بود و فاجعه در راه بود. هفته ژانویه 2015 دو برادر تروریست اسلامگرا که با داعش ابراز همبستگی کرده بودند به دفتر شارلی ابدو حمله کردند. 12 نفر کشته شدند، از جمله کارتونیست های معروف شارلی ابدو، کبو، شر، ولنسکی و تینوس. تروریست ها گریختند، هرچند 24 ساعت بعد به دست پلیس فرانسه کشته شدند. فرانسه عزای عمومی اعلام کرد. جمعیتی میلیونی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه در حمایت از شارلی ابدو به خیابانها آمدند. علاوه بر رئیس جمهور فرانسه، 10 نفر از رهبران کشورهای دیگر در راهپیمایی حاضر بودند، از جمله نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان،
نخست وزیران اسرائیل، ایتالیا و ترکیه و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. تظاهر کنندگان در سراسر جهان پلاکاردهایی هایی به زبانهای مختلف در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: من شارلی هستم. La culture est toujours menacée. Quand il y a des barbares, des terroristes qui prétendent laver dans le sang des caricaturistes l'honneur d'une religion qu'ils ont dénaturée pour justifier leur forfait. Mais on le sait toujours, mais le rappel est heureux. La tentative est vaine. On peut assassiner des hommes, des femmes, on ne tue jamais leurs idées. شارلی ابدو پس از فاجعه از انتشار نایستاد. یک هفته بعد شماره ویژه‌ای با تیراژ استثنایی 1 میلیون نسخه‌ای منتشر شد با کارتونی از محمد در زمینه سبز رنگ که پلاکارد من شارلی هستم را در دست داشت و با شارلی ابدو همدردی می‌کرد. 6 سال از حمله تروریستی به دفتر شارلی ابدو گذشته، اما همچنان خشونت از سوی تروریست‌های اسلامگرا ادامه دارد. جنگی میان اسلام افراطی و جامعه فرانسه که به فرهنگ کارتون، طنز و نقد خود می‌بالد و برای آزادی بیان مبارزه می‌کند. جامعه‌ای که کسانی مانند کبو و پتی را دارد که برای این فرهنگ می‌جنگند و در نهایت جان خود را در این راه از دست می‌دهند.